ما رو تماشا میکنن، دستگیری کردن. برادر زنده باشه. در اول نوار شکرانه الله میکنیم، صد بار شکرانه الله میکنیم که در اثر ترمای فرامدگی خودمون زنده هستیم. یگان کس آسیب جانی، یگان کس رو از دست ندادیم. برادر شکرانه الله برای همین میکنیم که ترما ساعت 4 سحر آمد، روزی 28م، روز 29 март ساعت 4 سحر آمد. خیلی خوب بودن مردم، کودکا خوب بودن. شکرانه میکنیم که در درون خانه بودیم، چون که حاضر بهار است، روزهای آفتابی. همه کودکا در بالای آیلخانه جای قاق در نزدیک بزغالچه ها را بیرون میبرند، در همجا بازی کرده میشینند. شکرانه الله میکنیم که هممون خوبه، سلامتیمون خوبه ان شاء الله. باقی مانده هر چی که هست، گو مال و ملک دیگر ان شاء الله که چرکی دستای باز پیدا میشه. و اظهار منتداری میکنیم از کارمندان میلیسا جماعت سنگور که زود عملند و در سری وقت خود رو رسوندن، برای جای یاردم کردن. ای برادرای خودمان یکدیگر میشناسیم. در برابر این از جماعت دیوت سنگور، باز در برابر این از قسم نظامی زودعمل دهه لوخروی ناحیه سنگور که آنها هم خود را رسوندن، کمک خود را رسوندن. به حد زنده باشند. از ناحیه، از حکومت ناحیه سنگور اومدن تماشا کردند، چیزی که در کار بود گفتند، برای یاردم دستیاری گفتند دراز میکنیم. گفتیم برای این جایی ها گوای گوسپندای بزای بزغلای گومول زندهش در کارای مردش. با همین خاطر، با همین فکرها ما سحری کندیم. زنده چقدر پیدا شد. باقی من مردش گفتیم در کار نیست کندن، که برف اوشید بمیگیریم. لیکن از حکومت ناحیه اومد سفارش دادن که MCS و دیگر استруктура ها سفارش دادن که باید کنده شود. یعنی که گومالی مردگی را باید از زیر برف بگیرن، برده در یگان جا تیخ مبادا که برف او شوه. گومال دیگرش خر دیگر یگان. این هم بسیار خوب زود عملی لوخروی هم یادم کردیستن. باید مرده ها را برده یگان جا تیخ کنن که بی‌ضرر بکنن. یعنی از 3 از دخترها هم در هم جبدن که زنده باشد کلان. در نتیجه وفات خانه خودمون چروها از دست رفتن. قریب از خودمون همسایه سایخوجا مباروف قریب از هرزش یک جویه قریب 18-20 سر گو چروی کلان، قریب 50 چند تا چروی میده خر دتا یک تای همسایه. استخونمون از بین رفت. استخونه که قاشق ترش دادیم، کارشاسوز کرده بودیم در درونش، بردارو ما از بین رفت. خیلی عاقل خانه ویرون شد، مرغا مردن دیگر. این شب هیچ گپ نه. بازم در اخیر میگیم ان شاء الله شکر الله که خودمون زنده هستیم و برادرایی که دستیاری دراز کردن کرده ایستن، برادر شما هم زنده باشه، رحمت کنه، ما را فراموش نمیکنه. و در اخیر باز دیروز 29 یک شمال برادرها ای فیض آباد رهگم زد، همه جا اومد رسید. مردم خیلی ضرر داد. در نوار گذشته تماشا کرده دیده که چند تا عاقل خانه را ویران کرد. هیچ کس تلف نیافت خوشبختانه. لیکن ناحیه برادرها در وقتی میدونن چی میگفتیم درباره شمال همتری شنالی گپو دیگر را به نوار گرفتیم، پیشکش ما کردیم تماشا کنی. فیض آباد جان شمالی فیض آباد برادر طرف ما آمدیستن. نوشتیم که سنگوار شمالاش نوشتیم. های برادر عزیز، همه خیلی گپ خبرها
باز هم شکرانه الله میکنیم که خودمان تنمان زنده های انشاءالله باقی مانده از چرکی دسته پیدا می شود. برادرها چند وقت شد سوید نیست، بعد همین فاجعه رخ زد، وقت نداریم، از سحر تا بگه در قسم کندنیم، آبادی کردن کمتر. برای همین در کامنتاری ها در زنگ ها جواب نداده ایستادیم برادرها، بخشش اینجا طرف. امروز در جماعتی وقتی ها در دهه حیات گوشتیم بود برادرها، خیر وضعیت همون همین خیل کار برمون بسیار نرفتیم. پگاه انشاءالله در جماعت یا سنگور گوشتینه نوروزی با نوار میگیریم، شما را هم نشان میتیم انشاءالله، برای خاطر شما است. همین خیلی گپ خبر حرکت میکنیم که بهره بره خودتونه هیچ کنی که در وطنیم، مهرتون نسبت وطن زیادتر شد. وقتی که مهر شما نسبت وطن زیادتر شد انشاءالله از این ما بهره میبریم. چخیره که در عرفیت بابی های ما میگفتن دل گوشت میگیریم. هم خیلی گپا میگفتن برادرها زنده باشه، رحمت کلان. این ما در خدمت شما یگان چی گفتنی باشه اگر مرحمت. گپ نیست، نمره رو در پایان نوار میگذارم، دورترم در کامنتاری ها می نویسیم، در کامنتاری هم نویس ای خانه دورترم به خانه رو برسیم با جواب میدیم. در کامنتاری ها زنده باشه برادرها انشالله. تولدره تینجای مسکین آبادم تینجای. اینم خیلی برادرها بهارم نزدیک رسید قریب بعد ترمه در تولدره بله که حاجت زندگی کردن هست. تولدره بهشت تاجیکستان برادرها، لیکن 6 ماه بعد زمستان میشه بسیار خنکه. بسیار خنک نیست، برف بسیار خنک بسیار نیست. همه تینجا انشاءالله، فقط در همینجا بود شمال، باقی مانده دیگر جاها تینجای. برادر سلام همه تون علیک میگیریم، لیکن در اینجا تماشا کنید سبشینی را خواندن نمیتونی، همین خیلی تیز میگذره. همین خیلی برادرها دهه جور برادرها کامل گفتن شخص علاو خونش پردگی رفتگی باقی مانده تینجان. هندوستان علیکم سلام، زنده باشه. اینترنت برادرها چخیلی که گفتین در ده نوار دیگری قیمت نشد برادرها، اینترنت تینجای. این چند به خاطر اون که ما نشان دادیم که ما زنده ایم و اینترنت برای ما در کار. اینترنت چخیلی بود یک ماه پیش همون خیلی برادران عزیز. تاجیکستان برادرها عیب نداره، تاجیکستان همه ایسته داره. در تاجیکستان پرابلم نیست، مشکلی نیست، مشکلی در خود ما برادرها، اینا فراموش نکنی. بران علیکم سلام، زنده باشه. سلام علیکم. اینا برادرها همین خیلی مزه نیست، گریپ قپیدگی بود پیش هم فاجعه روی دادن. روزی فاجعه لاکا را پوشیدیم، در بارون اومدیم، تر شدیم، گریپ دوای نوشتگی پیرز یک روز کشتگی. بله شیف نظرف مقصدی گفتگی اختا فهمیدیم، دیگرگونی ها به حد زیاد شدگن، انشاءالله که همین خیلی پیش می روند. برادر عزیز دهان مقاق شد، حرکت میکنیم، بریم یگان کل بکنیم برای پگاه تیار بکنیم. پگاه نوروزی های برای خودتون انشاءالله، برای خودمون برای خودتون نشان میتیم. برادر عزیز زنده باشه، در امان الله باشه. بریم تا خونه که راه دورتر. زنبورا را 20 سال زنبورا ترمه برد برادرها، گپ نیست. شکرانه الله که خودمان زنده ایم، زنبور پیدا میشه.